سلام. توی این بخش قراره که صورت مدلمون رو ریتاچ کنیم. به 2 روش من بهتون میگم و بچه‌ها توجه کنید. ریتاچ هایی که ما برای صورت انجام میدیم و عکسمون توی این ابعاد هستش، یعنی از پورتری مقدار عکس عقب تره و حالت میدیوم شات رو داره. احتیاج نیستش که خیلی ما روش ریتاچ زیادی انجام بدیم و با دیتیل باشه. من همیشه ریتاچ ما از لیکویفای استارت میزنم، یعنی ابعاد صورت رو، اجزای صورت رو اگر بخوام تغییر بدم میام و توی قسمت لیکویفای میرم، کلیدش هم کنترل شیفت ایکس بچه‌ها، زوم میکنم. با اولین ابزاری که دارم میام شروع میکنم. عددهایی که این سمت میبینین خیلی مهمه که حالا به جز سایزش این 2 عدد مهمه که روی چه درجه‌ای باشن که شما بتونین راحت کار کنین. توی این عکس سوژمون خیلی احتیاجی نداره به این که اجزای صورتش با لیکویفای دستکاری بشه، ولی من یه ذره تغییرات توی صورتش انجام میدم که شما ببینید به چه صورته. توی لیکویفای همیشه حواستون باشه که جوری کار رو انجام بدین که پیکسل عکس رو خیلی خراب نکنین. در واقع کاری که داریم الان انجام میدیم اینه که داریم پیکسل عکس رو جابجا میکنیم، پس حواستون باشه که خرابش نکن. میخوام اینجا یه ذره چشمشو بکشم، ببینید چقدر تکون خوردن پیکسل ها مشخصه. به خاطر همین اصلا نباید زیاد از حد باشه. قبل و بعدش رو ببینیم و بریم برای ریتاچش. شما به 2 صورت میتونین فیس رو ریتاچ کنین، برای عکس های سایز مدیوم و عکس هایی که واید هستن و یا به اصطلاح عکستون قدیه، سوژه رو کاملا توی عکس داری. من میام توی روش اول با ابزار پچم یه مقدار لکایی که میبینم هستش رو برمیدارم. از جایی بردارین که بافتتون شبیه بهش باشه، یعنی من اگر از این قسمت برمیدارم جایی که بهش میگم کپی کنه رو از نزدیکی همین بافت بهش میگم استفاده کنه. حواستون باشه خیلی لبه ها رو خراب نکنین. وقتی که 2 رنگ مثل اینجا داریم نباید خیلی روی خطا و لبه ها بریم. خب وقتی که لکه گیریتون رو کردین میتونین از 2 روش استفاده کنین، یا از پورتریت استفاده کنین یا با استامپ عکستون رو ادیت کنین. من 2 روششم بهتون میگم. اولی رو میخوام با پورتریت ریتاچ کنم. توی قسمت فیلتر میرم توی این قسمت پورتریت 3 رو من دارم. بچه این پلاگین پورتریتور هم میتونین از هر سایتی که سرچش کنین دانلود کنین و خیلی نصبش هم کار سختی نیستش. توی چند دقیقه میتونین به راحتی نصب کنین. به صورت اتومات خودش براتون ادیت رو انجام میده. اینجا میتونین تکسچر و یا هر چیز دیگه ای که فکر میکنین رو زیاد یا کم کنین. این دیگه سلیقه‌ایه. من یه ذره اینو کم میکنم. اینجا پرویوشو میبینین. اوکی میکنم. خب تا اینجاش خیلی چیز سخت نبود. این یه قسمتش رو با دقت گوش بدین. این قسمت یه مقدار پیچیده است که به نظر من پیچیده ترین قسمت همین پورتریتور. اینجا هم پنجره هیستوریمه که از این قسمت میتونی بیاریم و بازش کنیم. سعی کنین اکثر اوقات کنار دستتون باشه چون احتیاجتون میشه. ابزار هیستوری براشم میذارم پشت همون آخرین کاری که انجام دادم که اینجا نوشته پورتریتور 3. براشم رو اینجا میذارم که این تیکو میزنم، یه دونه خونه میام بالاتر. دیدین چه اتفاقی افتاد؟ یه دونه از پورتریتورم میام بالاتر و اگر به عکس نگاه کنین ریتاچش میره. حالا چه اتفاقی افتاده؟ این زیر ریتاچ ما هاید شده. از توی ابزارها
هیستوری براشم رو برمیدارم، با هر درصدی که فکر میکنین احتیاج لازمه بیاین فقط روی جاهایی بکشین که میخوان ریتاش داشته باشه. چرا این کار رو میکنم؟ به خاطر اینکه عکس تمیزتر میشه، اون ریتاج تمیزتر میشه و روی همه قسمت ها مثل مو، چشم، روی لب اینا نمیفته و نباید روی خطا بریم، مثل خطای اینجا بینی اصلا اونجا نرین چون اونجوری محو میشه عکستون و خیلی شکل قشنگی نداره. یه ذره میام رو سایش که اینجا فید شن، گردنش رو فراموش نکنید. روی دستا هم میتونید بزنید ولی روی همه جای دست نزنید، خیلی مصنوعی میشه. اگر روی بند انگشتا این براشو بیاریم. خب یه روشمون این بود، تا اینجا میتونید پیش برید و بعد جاهایی که فکر میکنین احتیاج داره بازم ادیت بشن رو با روش بعدی میتونید انجام بدید. یعنی چی؟ یعنی من میام از اینجا برمیگردم این بالا، از جایی که دقیقا هیستوری براش کشیدم میام و ریتاچمون که پورتریتو بوده رو پاک میکنم کاملا که به شما یاد بدم چطوری با روش دوم میتونین ادیت کنید عکسو. اکثر اوقات برای عکاسیایی که سوژه خیلی دوره توی تصویر من از پورتریتو هم استفاده نمی کنم، از استامپ هم استفاده می کنم و با اوپاسیتی تقریبا بین 10 تا 20% شروع می کنم صورتش رو ریتاچ کردن. دقیقا همون روش خیلی قدیمی که کسایی که چندین سال کار ریتاچ انجام دادن میدونن این روش رو. از کلید آلتم کمک میگیرم برای نمونه برداری و شروع میکنم به ریتاچ کردن. سعی کنین بافتا رو خیلی دست نزنین. به حرکت براش من توجه کنین که به کدوم سمت میره وقتی که دارم نمونه میگیرم. ببینین از روشنی روی بینی دارم میبرم به سمت بالا. حالا قسمتایی که بافت داره چی میشه؟ اونجا رو کمتر سعی کنید ادیت کنید که عکستون حالت طبیعی تری داشته باشه. با ابزار هیلینگ براشم که اینجا میبینید این موج اضافی هم پاک میکنه. حالا اگر بخوایم کارهای دیتیلی تر انجام بدیم روی فیسش رو میخوایم دونه دونه بریم که ببینیم چی کار میشه. با ابزار داجتون با درصد کم 10% من گذاشتم. یه مقدار میتونیم توی چشم سوژمون رو لایت بندازیم، روشن ترش کنیم. یه مقدار میتونیم بین لبهای مدلمون رو روشن تر کنیم، روی چونش و همینطور زیر چشما روی کنیم. این سمت صورتش هم یه ذره روشن تر کردم چون تیره تر افتاده بود و یه مقدارم من پیشونیش چون کمتر نور خورده رو روشن کنم. قبل و بعدش رو ببینیم ابزار داجمون. خب اگه میخوام یه مقدار لبش رو خوشگل تر کنم بازم از استامپ استفاده میکنم با اوپاسیتی 20%. اگه بخوام ابروهاشو
یه ذره منظم تر کنم، بچه ببینید احتیاجی نداره به این کارا. چون اگه دقت کنین خیلی سوژمون توی عکس صورتش کوچیکه، ولی من این کارا رو دارم بهتون میگم که اگر خواستین انجام بدین بدین. برای ابرو کشیدن من همیشه تصویرمو میچرخونم و راحت تر اینجوری توی چرخش عکس دستم کار انجام میده. با ابزار برن که این میشه با اپاسیتی و اینجا حالا نوشته اکسپوژر زیاد و حالت مدیوم، میام یه مقدار توی ابروهاش خط میندازم مثل موهای ابرو. زومتر میکنم که ببینی. اگه بخوام چشمشو یه ذره جذاب تر کنم، بازم میتونم از همین ابزار برنم استفاده کنم و یه کوچولو مثل موج کشیدن روی چشمش بیام. ببینید روی یکی چشمش خیلی کار نمی کنم چون تقریبا فولویی داره این چشمش و هر ابزاری که من بخوام استفاده کنم اگه یه ذره شارپ تر از عکس باشه کارمو زشت میکنم. اصلا این قسمت رو ببینین یه ذره دونه های ابرو درشت افتاده. میتونم بیا ابزار برنامو بزرگ کنم بذارم روی اکسپوژر 10% و یه مقدار کلی روی این قسمت بکشم. اسکیپ میزنم که عکسم از حالت چرخشش در بیاد. عکسم هم با این ابزار میچرخونم بچه. دوباره میتونم با ابزار داجم یه مقدار گوشه چشمشو روشن کنم، یه مقدارم بالای لبشو و نوک بینیشو. حالا از زوم های مختلفی که دارم میبینم عکسو یه سری ایرادات به چشمم میاد. همیشه اینو یادتون باشه که اگه توی یه حالت خیلی زوم بمونین یا خیلی دور باشین از سوژه موقع ادیت کردن میتونه یه سری چیزها به چشمتون نیاد. یه نکته هستش همیشه سایه صورت وقتی روی گردن میفته این قسمت ما تیره تر میشه پوستم. من اینجا رو بخوام هم رنگ کنم چیکار میکنم؟ براشم رو بر میدارم، مودشو میذارم روی حالت کاله، درصدشو میارم تا حدوداً 40 و یا اینجا رو رنگ اینجا میکنم یا این قسمت رو رنگ صورت بگردم که الان بهترین کار اینه که از صورت بگیریم. ببینین همینجوری میکشم. حالا اگر بخوام یه ذره میتونم اینجا رو با ابزارم سلکت کنم، فدر بدم، پس کلیک بکنیم گزینه های سلکتتون میاد و با کنترل L یه مقدار روشن ترش کنم، ببینین اینا، و با کنترل U توی چنل رد یکم کم ترش کنم. حالا این چنل رد رو که یو سچوریشنش رو من انجام دادم اینجاها رو خیلی کم رنگ کرده به نظرم. باز میتونم از اون روش گذاشتن هیستوری براش کمک بگیرم. میذارم روی هیستوری براش یه دونه میام بالاتر و فقط اونجایی که میخوام اعمال بشه رو با هیستوری براشم میکشم. کنترل دی. یه مقدار اینجا هم با استامپم نرمتر میکنم لکه هاشو. خب آخرین مرحله برای اینکه بخواید قبل از اینکه عکستون رو خروجی بگیرین اینه که یه شارپ به عکستون برین. از توی قسمت فیلتر، قسمت شارپ و اسمارت شارپ رو من انتخاب. از این قسمت من این مربع رو میزنم چشم سوژم رو ببینم. خودت به صورت دیفالت یه ذره تنظیماتش درست هستش. اگر که بخواین میتونه شما هم زیاد کمش بکنید. تنظیماتش رو چک میکنم، با کلیک کردم بیفور افترش رو میبینم و اوکی میکنم. قبل و بعدش رو ببینیم.